حبیب خدا وقتی میگوید من بچم ابراهیم 6 ماهه بود که از دنیا گذشت. ابراهیم 6 ماهه بود، فرزند ماریا کبتیه. وقتی در قبر میگذاشت عمر حکایه میکند حبیب خدا را دیدم بسیار گریه میکرد و ابراهیم بچه‌ش در لحد گذاشت و چی گفت؟ ای ابراهیم الحال منکر و نکیر تو را میپرسند رب تو کیست؟ بگو رب من الله است. از تو میپرسند 6 ماهه کودک رب تو کیست؟ رب من الله است. دین تو چیست؟ بگو دین من اسلام است. اگر پرسند پیغمبر تو کیست؟ بگو پیغمبر من پدرم محمد صلی الله علیه و سلم است. پدرم محمد است. رسول اکرم میگوید وقتی پشت نگاه میکنم عمر مثل کودک گریه میکند. گفتم عمر سبب گریه در چیست؟ و ای حبیب خدا وقتی ابراهیم 6 ماهه را پرسند عمر هلاک میشود. 6 ماهه ابراهیم که پرسند حال عمر چی میشود؟ سعد ابن معاذ رحمت الله علیه یکی از بنده های صالح پروردگار بود که حتی در صحیح بخاری میگذرد وقتی روح سعد ابن معاذ از بدن او جدا میشد و وقتی روح او به سوی عرش رفت حبیب خدا گفت عرش پروردگار از شادی در حرکت در آمد. سعد ابن معاذ 70,000 ملائک در حدیث ها میگوید در جنازه سعد ابن معاذ اشتراک داشتند. حبیب خدا میگوید یک روی مالچه سعد ابن معاذ از دنیا و آنچه در دنیاست بهتر بود. وقتی سعد ابن معاذ وارد قبرستان کردند همین بنده صالح را وقتی وارد قبر کردند حضرت جابر میگوید نگاه کردم حبیب خدا تسبیح ها را زیاد گفتن گرفت، از پس او تکبیر ها را روانه کردن گرفت. گفتم حبیب خدا راست هیچ قبر در این قدر راز نمی ایستادی، این قدر تسبیح و تکبیر نمی گفتی، چه حالت شد؟ گفت سعد ابن معاذ قبر جبکی. بنده که 70,000 ملائک در قبر در حضور جنازش بودند. عرش پروردگار به آمدن روح سعد ابن معاذ خرسند شد که سعد از دنیا گذشت. قبر سعد جبکی. حبیب خدا گفت تا زمانی که قبر سعد نکشاد من تسبیح را قطع نکردم. پروردگارا ما را از جبکش قبر نجات بده، ما را از فتنه های قبر پروردگارا نجات بده. همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند، همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند. چشم عبرت بکشا خواجه اگر انسانی. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ جامی میگوید یک برادر ما زیارت رفتم، به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی؟ احوال چی بیان کنم؟ تا اینجا نیای، تا داخل این نشوی از حال بیان کردن می شود.